خب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. این درس دومی مصطلح الحدیث هست. در درس اول ما درباره مصنف کتاب امام ابن ملقین کمتر گپ زدیم و درباره بعضی کتاب های مصطلح هم من کمتر گفتم و درباره تعریف علم مصطلح الحدیث چیست درباره همان هم کمتر بیان کرده بودم. انشالله در درس امروزه درباره بعضی اصطلاحات اولی گپ میزنیم که برای فهمیدن فن مصطلح الحدیث و بحث های مصطلح الحدیث برای شما در کار می شود. کلمه اول در اینجا که می بینید الحدیث هست. الحدیث، من برای هر کلمه، برای هر اصطلاح اولی هم معنای لغویش را در همینجا نوشتم و هم معنای اصطلاحیش را هم برای شما پیش کردم. پس چنانی که میبینید لغتا الجدید و یجمع على احادیث على خلاف القیاس. یعنی که معنای کلمه حدیث از جهت لغت عربی معنایش جدید می باشد، یک چیزی نو یا جدید رو گفته می شود و جمع کلمه حدیث احادیث می باشد. احادیث میدونم که به لهجه تاجیکی بعضی وقت احادیث گفته می شود، اما در اصل احادیث هست. خب برخلاف قیاس، علی خلاف القیاس چی معنا دارد؟ هدفش چیست؟ یعنی که این یک نقطه لغوی را به یک نقطه لغوی اشاره کرده ایستاده است. من در این نقطه داخل نمی شوم، اما مختصرا همین طور هست که اصلا حدیث، جمع حدیث باید دیگر تر باشد. احادیث یعنی جمع هست، جمع این کلمه هست، اما به خلاف قیاسی عمومی لغتی. به هر حال نقطه که شما باید در اینجا بگیرید این نقطه هست که حدیث چی معنا دارد از جهت لغت و جمع کلمه حدیث چیست؟ احادیث. خوب، اکنون اصطلاحا ما اضیف الى النبی صلی الله علیه و سلم من قول او فعل او تقریر او صفت. اینش مهمتر هست، چون که برای فن حدیث یعنی دانستن معنا و تعریف حدیث خیلی مهم هست. اصطلاحا یعنی که در اصطلاح محدثین، علمان حدیث و در اصطلاح یعنی عموما کم ترک بین فقها و اصولیون فرق میکند، اما عموما معنای حدیث همین می باشد. آنچه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شود، خواه از قول باشد یا از عمل یا از تقریر یا از صفت. خب آن چیزی که اضافت داده شود یعنی که نسبت داده شود به پیامبر صلی الله علیه و سلم از جهتی قول، فعل، تقریر و صفه. اکنون این هدف این چی معنا دارد؟ کم ترک روشن‌تر اگر برای شما بگویم، وقتی که ما یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم این طور گفت، چونین سخن گفت، یا اینکه چونین فعل کرد، یا اینکه چونین یعنی تقریر رو من میفهمونم بعداً، یا اینکه چونین صفت داشت. صفت میتواند که یا از جهت اخلاقش باشد یا از جهت خلقیتش. و در بعضی کتاب ها وقتی که تعریف اصطلاحی نوشته می شود یعنی اضافه کرده می شود او صفت خلقیه او خلقیه، یعنی که صفت خلقیتش یا اینکه صفت اخلاقش. خب اگر این چیزها بیان کرده شود با پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شود، یعنی که عموما کی نسبت می دهد؟ عموما صحابی نسبت می دهد. همه این یعنی گپ ها یا سخن ها یا تقریرات یا صفت هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم اضافه داده می شود، نسبت داده می شود، اینها را حدیث گفته می شود که جمع حدیث احادیث می باشد. خوب، و تقریر چیست؟ من گفتم در آخر می فهمانم. تقریر آن یعنی رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم را گفته می شود که وقتی که به خاموشی یک عمل را تصدیق کند، وقتی که با خاموشی با یک عمل یعنی رضایتی خود را نشان بدهد، یا اینکه یعنی با خاموشی از یگان عمل نهی نکند، این را تقریر گفته می شود. و علما می فهمانند که اگر در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک عملی کرده شود، مثلا یک صحابی خوراک بخورد یا یک سخنی را بگوید یا یک رفتار بکند
و پیامبر صلی الله علیه و سلم ببیند، یعنی مشاهده کند و یعنی ما بدانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرد، دید، متوجه بود و یگم چیز نگوید به خلاف همان کار یا عمل یا طعام یا هر چیزی که باشد، سخن، این یک چی هست؟ این با این یعنی این رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم یا این خاموشی پیامبر صلی الله علیه و سلم به این اشاره میکند که این کار یا این عمل یا این که گپ، هر چیزی که باشد که از این که این صحابی کرد، یعنی که جایز هست. به خلافش یگان امر نکرد، به خلافش ناراضگی خود را نشان نداد، به خلافش سخن نگفت. و برای چی خاموشی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما دلیل می باشد؟ برای که برای انبیا و مرسلین یعنی رسول و انبیا یک حکمی هست که آنها اجازت ندارند که در وقت مشاهده کردن یک عمل ناجایز یا یک کاری ناجایز یا یک چیز ناجایز خاموش ایستند. یعنی که از طرف الله آنها مسئولیت دارند و مسئولیت آنها این هست که وقتی که یک کاری نادرست را یا به خلاف احکام الله میبینن، مشاهده میکنن یا خبردار میشون، یا کسی به آنها خبر میدهد، آنها همچون نبی یا رسول یعنی حق ندارن، اجازت ندارن که خاموشی را اختیار کنن. آنها باید یعنی واضح بسازن که این عمل ناجایز هست. پس وقتی که ما میدانیم یک خبری به ما می آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کاری را دید یا با آن در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم ما این طور کردیم یا این طور خوردیم یا این طور گفتیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم خاموش بود، این به آن اشاره میکند که این چی هست؟ تقریری پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. یعنی که من این را اگر به تاجیکی اگر یک کوشش کنم ترجمه کنم، تصدیق کردنی خاموش گفته می شود. خب دوام میکنیم اکنون به دیگر کلمه و این است کلمه الخبر. الخبر خب یعنی که لغتا النبأ و جمعه اخبار. از جهت لغت عربی معنای خبر چیست؟ خبر، من در اینجا نیستم، خبر. خب به فکرم به تاجیکی یعنی خبر هم گفته می شود، بعضی وقت نبأ هم گفته می شود، یعنی که وقتی یک معلومات میگیری این را خبر گفته می شود. و جمع این کلمه خبر اخبار می باشد. اخبار. خب اصطلاحاً چی معنا دارد؟ اصطلاحاً یعنی که در مصطلح حدیث، خب در مصطلح حدیث، در فن حدیث چی معنا دارد؟ فیه ثلاثه اقوال. در اینجا 3 قول وجود دارد. خب در اینجا میبینید یکم، دوم، سوم. اما شما هیجانی نشوید. من در آخری هر صحیفه برای شما خلاصه همین صحیفه رو پیش میکنم و این چنین برای شما یک بار یعنی یادرسی میدهم، یک بار میگویم که چی چیزها رو باید شما حفظ کنید یا از یاد کنید و چی چیزها رو شما یعنی اگر نفهمیدید باقی ندارد. چون که در اینجا شاگردان یعنی مستوای شما یعنی چند نوع می باشد. بعضی از شما یکم بار این یعنی فن را می آموزید، بعضی ها الکی کم ترک می دانند و بعضی ها یعنی این درس ها رو از طریق یوتیوب گوش می کنند. و بعضی وقتی من بعضی نقطه ها رو پیش نکنم یا اینکه واضح نسازم، متاسفانه آنها گمان می کنند که یا من نمی دانم یا اینکه من نادرست فهمیدم یا نادرست درس می دهم. حالا که الحمدلله من میدونم، اما برای شاگردان ابتدا کننده باید یک طریقی، یک منهجی دیگر را و آسان را اختیار کرده شود. پس یعنی وقتی که من لغت عربی درس میدهم یا فن حدیث درس میدهم، مصطلح حدیث درس میدهم یا هر فنی که باشد، بعضی استثناءات هست، بعضی نقطه های اضافگی هست. اما در اول اگر همه اینها را به شاگرد ابتدا کننده اگر پیش کرده شود، شاگرد هیچ وقت نمیتواند که پیش رود. برای همین در اول باید گفته شود که خب این نقطه ها را از یاد کن. بعد وقتی که یک درجه بالاتر شد، بعد به شاگرد میگویی که خب در یادت هست این 5 نقطه، خب این 2 نقطه اصلا این طور هست و این 3 نقطهش این قدر اختلاف هست و غیره و غیره. خب فیه 3 اقوال، در اینجا 3 اقوال هست، 3 قول هست. اولش این است که هو مرادف للحدیث، که معنای خبر در اینجا که میبینید مرادف حدیث هست. مرادف حدیث هست یعنی که معنای اصطلاحی آنها یک هست. معنای اصطلاحی هر دوی این کلمه ها یک می باشد. خب و دوم چنانی که میبینید مغایر له
أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاءه عن غيره. و معنای دومی خبر این هست که مقابل معنای حدیث هست. یعنی که حدیث آن چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، یعنی که از جهت عمل و سخن و غیره، و خبر آن چیزی که از غیر او آمده است. این قولی دوم می باشد. قولی یکم چی بود؟ که خبر و حدیث یک معنا دارند. اما قولی دوم این هست که هر چیزی که وقتی من چیز میگویم، سخن برای چی نمیگویم؟ برای که سخن خاصی بد می شود. من باید عامتر بگویم، برای همین چیز میگویم. یعنی که هدف من این هست که عمل، تقریر و صفت و یعنی سخنها، همه این چیزها رو در نظر دارم. هر چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاید حدیث گفته می شود، و هر عمل و سخن و صفت و غیره از غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاید، یعنی که از صحابه و تابعین اگر بیاید، آن را خبر گفته می شود. این هست قولی دوم. و سوم چیست؟ اعلم منه، ای فکر من باید اعم منه باشد، اعلم نه، اعم منه، ای فالحديث ما جاء عن النبي صلی الله علیه و سلم والخبر ما جاء عنه او عن غیره. عمومی تر هست، عام باید باشد، یعنی الف عین میم، که لفظی خبر از لفظی حدیث عمومی تر هست، زیادتر رو شامل می کند. یعنی که حدیث آن چیزی هست که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، یعنی که از جهت سخن و فعل و تقریر و غیره، و خبر آن چیزی که هست که از او آمده است و از غیر از او. یعنی که گویا که خبر که هست یک قسمی، یعنی یک قسم هست و در زیر خبر یکی از قسمهایش یا یکی از یعنی زیر قسمهایش حدیث می باشد. یعنی که گویا که به قول سوم لفظی خبر شامل تر هست، عمومی تر هست، که در داخلش هم حدیث دارد، هم اثر دارد و غیره. خب یعنی که خبر هم یعنی چیزهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید شامل کرده هست، و هم چیزهایی که از صحابه رضی الله عنهم آمده است شامل کرده هست، و هم چیزهایی که از تابعین و غیره آمده است شامل کرده هست به خود. این رو خبر گفته می شود، یعنی که شامل تر هست به قولی سوم. و به قول دوم چی بود؟ که حدیث آن چیزی هست که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، و خبر آن چیزی هست که از غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، یعنی که از صحابه و تابعین. و قول اول چی بود؟ که خبر و حدیث یک معنا دارد، مرادف هستند. خب مرادف هستند. و این بود سه قولی که به خبر داده می شود یا به معنای اصطلاحی خبر وارد شده است. اکنون همچون خلاصه من برای شما می گویم که از جهت لغت خبر چی معنا دارد؟ خبر، خب آسان. و از جهت اصطلاح سه قول هست، و این سه قول رو شما می بینید که یعنی علما در کتاب‌های مصطلح و در کتاب‌های حدیث خیلی این کلمه خبر رو بعضی وقت به معنای حدیث هم استفاده میکنن، بعضی وقت همچون یک یعنی قسمی عمومی تر هم استفاده میکنن، و بعضی وقت خاص به اقوال و تقریرات و افعال صحابه و تابعین استعمال میکنن، و این باقی ندارد. از همون کانتکست، از سیاق همون یعنی کتاب یا اینکه جمله آدم یعنی قید کرده میتواند که در اینجا خبر به چی اشاره هست. خب اکنون کلمه بعدی را میبینیم، الاثر. الاثر از جهت لغتا بقیت الشیء، یعنی که از جهت لغت عربی باقی مانده چیزی را گفته می شود. خب چنانی که مثلا دین روز امام ابن ملقین که از دنیا گذشت، آثار امام ابن ملقین چی بود؟ همین معنا را دارد، یعنی باقی مانده تصنیفات، چیزهایی که بعد از وفاتش رها کرد، کتاب‌هایی بعد از وفاتش رها کرد. و از جهت این یعنی اصطلاح حدیثی اصطلاحاً فیه قولان، در اینجا دو قول هست. خب دو قول وجود دارد. اولین قول این هست که هو مرادف للحدیث، ای ان معناهما واحد اصطلاحاً. قول اول آسان هست. قول اول این هست که معنای اصطلاحی اثر این هست که با حدیث مرادف هست،
یعنی که حدیث هم همان معنا را دارد و اثر هم همان معنای حدیث را دارد. یعنی قول و فعل و تقریر و صفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده می شود. این قول اول هست. و قول دوم این هست که کلمه اثر از کلمه حدیث یعنی دیگر هست، مقابل هست، مغایر له و هو ما اضیف الى الصحابه والتابعین من اقوال او افعال. مقابل حدیث هست، یعنی آن چیزی که به صحابه و تابعین رضی الله عنهم و رحمهم الله از قولها یا اعمالها نسبت داده می شود. خب یعنی خلاصه این صحیفه چی شد که در مورد معنای اصطلاحی اثر دو قول هست. بعضی علما میگویند که اثر و حدیث یک معنا دارند و دوم قول این هست که اثر خاص به اقوال و افعال صحابه و تابعین می باشد، وقتی که حدیث خاص به یعنی اقوال و تقریرات و افعال پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. خب این بود خلاصه این. اکنون کلمه السند لغة المعتمد وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه أو يستند إليه ويعتمد عليه. خب از جهت لغوی سند چی معنی دارد؟ مورد اعتماد. و سمی كذلك این تا نامیده شده هست چون که حدیث به آن تکیه می کند و به آن اعتماد می کند. خب از جهت لغوی اگر شما نتوانید از جهت لغوی را به یاد بگیرید، گرچند که خیلی یعنی آسان هست و معنای لغوی و اصطلاحی به هم دیگر یعنی چی دارند، تعلق دارند، اما اگر نتوانید اقلا معنای اصطلاحی را از یاد کنید، به یاد بگیرید که این کلمه ها چی معنا دارند و اگر این طور نکنید از درس های بعدی برای شما دشواری را حس میکنید، چون که نمیدانید که من چی میگویم. بعضی این کلمه ها را اگر من استفاده کنم شما نخواهید دانست که من چی گفته ایستادم. و از جهت اصطلاحاً سلسله الرجال الموصله للمتن، از جهت معنای اصطلاحی آن سلسله را گفته می شود که به متن می پیوندد، یعنی که همان سلسله راویان حدیثی را گفته می شود که تا متن حدیث می برد. خب یعنی که اگر من به الفاظ آسان به شما بگویم سند همان قسمتی حدیث را گفته می شود که در آن نام راویان حدیث ذکر شده است که کی از کی این حدیث را شنید، از پایان سر می شود و تا صحابی یا تا پیامبر صلی الله علیه و سلم به انتها می رسد. آن قسمت حدیث را سند گفته می شود. و قسمتی که در آن کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است یا عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، آن قسمت را متن گفته می شود و این کلمه بعدی هست. المتن از جهت لغت متن ما صلب و ارتفع من الارض، یعنی که آن قسمتی که سخت و بلند هست از زمین آن را گفته می شود، اما این آنقدر یعنی به معنای اصطلاحی رابطه ندارد، اما متن اصلا معنای لغویش یک قسمتی بلند شده و سختی زمین را گفته می شود و یعنی از یک جهت رابطه دارد، چون که قسمتی که بلند هست از زمین آن قسمت زیادتر نمایان هست، برای همین هست که متن را همین متن گفته می شود. و از جهت اصطلاحی ما ینتهی الیه السند من الکلام، آن چی که سند به آن انجام می‌یابد از کلام، یعنی که همان قسمت چنانی که من یک دقیقه پیش با شما گفتم که همان قسمتی حدیث که کلامی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد یا فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، از آن قسمتی که ما حکم استخراج میکنیم همان قسمت را متن حدیث گفته می شود و قسمتی که در آن نامهای راویان حدیث ذکر شده است که فلان از فلان شنید، که فلان از فلان شنید و فلان به فلان روایت کرد، از فلان از صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم، این قسمت را سند حدیث گفته می شود. خب یک نقطه‌ای که من به صحیفه پیش از این اضافه میکنم، به صحیفه 11، بعضی وقت به جای کلمه سند کلمه اسناد هم استفاده می شود
و در مورد کلمه اسناد هم اختلاف می باشد، یعنی اقلا 2 قول می باشد. اما من اینقدر زیاد اقوال، اینقدر زیاد کلمه ها رو نمیخواهم به شما بدهم، چون که شما کمکک من میدانم ابتدا کننده هیجانی می شود، فکر میکند که این همه اقوال باید یعنی ازیاد شود و اینقدر زیاد هست، اما در اصل خیلی آسان می باشد. خوب و آیسته آیسته این کلمه ها رو، این اصطلاحات رو شما اینقدر زیاد استفاده میبرید که یعنی در ذهنتون میشیند. اما با جای کلمه سند بعضی وقت بعضی علما یا در بعضی کتاب ها کلمه اسناد استفاده می شود و اسناد هم 2 قول دارد. بعضی ها میگویند که معنای سند و اسناد یک هست، برای همین بعضی وقت مرادفاً استفاده می شود، یعنی همون قسمت حدیثی که در آن جای نامهای راویان حدیث ذکر شده است. و بعضی وقت میگویند که اسناد یعنی چون که مصدر هست اشاره است به فعل، اشاره است به فعل ذکر کردن سند. وقتی که من سندی یک حدیث رو به شما پیش میکنم، من اسناد کرده ایستادم، اسناد کرده ایستادم، اسنده مثلا. اما خودی همان اسم، همان چیز، همان قسمت حدیث، آن را سند گفته می شود. خب اکنون صحیفه اولی التذکره لابن ملقن، التذکره فی علوم الحدیث که امام ابن ملقن تصنیف کرده است، می نویسد: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و مهربان. الله احمد على نعمائه و اشکره على آلائه و اصلی على اشرف الخلق محمد و آله و اسلمه. میگوید که الله را به نعمتهایش حمد و ثنا میگویم. الله احمد علی نعمائه و بعداً و او را به نعمتهایش شکر میگویم. نعمائه و آلائه یعنی خیلی معنایشون قریب هست، یعنی دقیق هستن، یعنی کم ترک دیگر خیلی هستن، اما به زبان تاجیکی اینقدر دقت رو، اینقدر باریکی رو بعضی وقت یعنی ترجمه کردن نمی شود، اما معنایش همین یک هست که او را به نعمتهای شکر میگویم. و اصلی علی اشرف الخلق و من بر شریفترین آفریدگان محمد صلی الله علیه و سلم و آله و آلش یعنی اهل آلهش درود میفرستم و اسلم و سلام میگویم. و بعد فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتببتها من المقنع تألیفی. میگوید که هذه، اگر در یاد داشته باشید از درسی یعنی عربی من با شما یاد داده بودم که هذه کلمه اشاره هست به یک چیزی که مؤنث باشد و در اینجا تذکره را وقتی که اهمیت بدهید در اینجا تای گرد هست که اشاره میکند که همین اسم مؤنث هست. خب برای همین اسم اشاره مؤنث در اینجا استفاده شده است. این است یک تذکره. می توانید همین خیلی ترجمه کنید این است یک تذکره، یا اینکه این است یک کتاب خرد، یک تألیف خرد هم گفته می توانید. اما من در اینجا نوشتم این است یک یادداشت هست، یک تذکره هست در علوم الحدیث. خیلی یک کتابی خرد که همچون یادداشت بر علوم الحدیث هست. خب یتنبه که با همین کتاب، با همین یعنی تذکره، با همین یادداشت برای آغاز کننده یا اینکه آغاز کننده هوشیار میگردد. یتنبه اصلا هوشیار گشتن رو گفته می شود. خب پند گرفتن رو بعضی وقت گفته می شود، اما من در اینجا در قوسک نوشتم که فهمیش میگیرد، چون که مرادش همین هست که آغاز کننده هوشیار میگردد، یعنی که فهمیش میگیرد. یتبصر بها المنتهی و انجام کننده، یا اینکه اگر میتوانیم دیگر خیلی ترجمه کنیم که منتهی کسی که شاگردی که علاقه در درجه پیش باشد، خب روشنی میبیند. یعنی که این اونقدر مهم نیست، این فقط یک مقدمه هست و علما خیلی در مقدمه کتاب‌های خود یعنی خیلی با زبان فصیح خیلی خوب گپ میزنن و این طور یعنی کلمه ها رو به هم دیگر میخوانانن، خیلی یعنی زیبا گپ میزنن و یعنی در اینجا چون که مبتدی و منتهی به هم دیگر میخواند
و یتنبه یتبصر یعنی از یک باب می باشد، این طرز سخن گفته هست. یعنی که هدف مؤلف در اینجا این هست که هم آغاز کننده شاگردی مبتدی و هم شاگردی که در درجه های پیش باشد از این کتاب فایده می بینند. چنانکه که در اینجا می بینید مبتدی شاگردی که ابتدا کننده باشد، منتهی شاگردی که تمام کرده باشد. یعنی مؤلف می خواهد بگوید که کسی که سر می کند این کتاب را به اولین بار این علم را سر می کند، می تواند که از این علم خیلی فهمیش بگیرد، از این کتاب، از این تذکره، از این یادداشت در علوم الحدیث می تواند که خیلی فهمیش بگیرد، هوشیار شود. و کسی که تمام کرده باشد این علم را می تواند که چی؟ می تواند یک روشنی بیند. یعنی که می تواند که شاید از جهتی یعنی به یاد گرفتن، از یاد کردن از این کتاب فایده ببیند. و بعدا می گوید که من این کتاب را، همین مختصر را، از کتابم المقنع اختصار کردم یا اقتضاب کردم. خب یعنی که من استخراج کردم همین متن مختصر را از کتاب طولانی ترم که المقنع می باشد. و این درست هست. یعنی امام ابن ملقین، گرچند که دین روز این کتاب را ذکر نکردم، اما می دانستم که در همین مقدمه می آید یک کتاب دیگر را به نام المقنع فی علوم الحدیث تألیف کرده بود که معنای همین کتاب هست قناعت دهنده در علوم الحدیث. در علوم حدیث یعنی که کتابی علوم حدیث می باشد، همین مصطلح الحدیث، اصطلاحات حدیثی. خب و چون که این کتاب درازتر هست، از همین کتاب برای آن که یک کتاب مختصر بنویسد، امام ابن ملقین کتابی التذکره خود را از همین کتاب اقتضاب کرد، یعنی که استخراج کرد، گرفت. و بعدا میگوید و الی الله ارغب فی النفع بها انه بیده والقادر علیه. و به الله سبحانه و تعالی امیدوار هستم که از آن فایده ببینم یا اینکه با آن فایده دهم، فی النفع بها یعنی که از جهت ثواب فایده ببینم و از جهت به دیگران فایده دادن یعنی فایده ببینم. بیشک این کار یا این امید به دست اوست، یعنی که به دست الله هست و الله سبحانه و تعالی به آن کار قادر هست. و بعدا میگوید که اقسام حدیث 3 هستند: صحیح و حسن و ضعیف. صحیح، حسن و ضعیف. خب در اینجا اگر نظر کنید اقسام حدیث خیلی زیاد هست و من امید داشتم که یعنی به این قسمت هم میگذاریم، اما چون که الکی درس نیم ساعت شد و امروز کمتر دیرتر ما درس خواندیم، من شما را در همین جا میگذارم. در همین جا درس به انتها میرسد و انشالله از هفته دیگر دوام میکنیم. اما من انشالله همین صحیفه را با شما روان میکنم تا اینکه پیش از درس خوانده بتوانید و تکرار هم کرده بتوانید. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.